ما اگر دعوا نکنیم فرزند چندی کمبغلای دیگه میشه مرشید باید یارو میشه ما برای همین سبب باید این سخت دعوا کنیم سخت طلب کنیم همه حکومتداران در این باره فکر کنند بچه یگان بای نمیرود خدمت بیجا فقط بچه کمبغل میرود خدمت وطن برای کمبغلای یک برای وزیران نیست بچه کم باید خدمت کنند همه کاری شود در گرده بچه فرزندانمون ما چه خیلی نترسیده ما مثلا روسیه روی میکنیم برای کار کردن در وطن خود ما فرزندای ما قتل کنن کشن با خیلی بیرحمی فرزندمون ما چه خیلی باوری کنیم در با این وطن با پرزیدنت با تمام راهبرای یعنی کلونی همین شهر دوشنبه ما چه خیلی باوری کنیم که فرزندمون در قلعه خودمون در پیش خودمون باشه در خانه ما کشته شود بچه سنت کداینه که لازم تو زنن بچه مرا بینه بچه مرا بینه دل دوره نکجان گوش کن این چیه؟ بمی درجه بینم بچه نکجان این چیه؟ ای جنابی اولی بعد ای جنابی اولی انا میخیل وای دارم که من خانه ما در بند موندگیم به نامی اللهی بزرگ در بالای فهمیدی؟ من باید هستم من دولت نم دادم فرزن نم دادم دو پرارا جقیدن اینه به قطعی جقیده که کات بوده هم بچه خودش خودش کشول کدگی نیکه کشول کدگی نیست با مایکا کشول کده میشه مایکه تحپوشه که خونه قطعی آدم خودش کشول کده میتونه نیکه بچه را مجبور کشه این دولت تاجیکستان به صاحب شده یا که صاحب نداره این روز فرزندی من را کش پگه چون میکنم پگه کی نمیکشم خیانت نکردم این خیانت بد میبینم نمیدونی که کجا چیکار کنم نویسم هر توی نمیشه جهان بفهمه که حقیقت نیست همین تاجیکستان دا حقیقت باشه 21 سال گفتن یک عمر 11 ماه نخواد همه خیلی میشه انسانگری کجا دا خانی یک عادلانه کار یک کار یک گناه کنه مایل یگان کس بمبره یگان کس بکشه مایل خوب پسر کنیم چی گفت آخران سخن شد چی گفت پسر کنیم آخران سخن شد که من راضی نیستم برای هیچ که ما گناه نکردم یگان تاش همه را به فشار گل کرده گردنمون نگه به فشار کرده که همه دورا همه تلویزیون که گاز میگه فشار خاطی گاز میگه سوزندگی پیشی برشه ولی خلاش از روی اوز بی بدلش سوزندگی این رسمی دهیم بده کودکس 72 ساعت اومدگی 17 شبانه روز من کدگی بگردم بگی پیشوی برای رزولتات برای رزولتات بچه که بغل بچه را آورده لوکلی کرد قسم داری دولت دادری همیش این سوزندگی پیشی برش از روی وز بدنش سوزندگی همیشه که بگردم شما دیدین؟ چی در اکسپرتیزا بودن همه چی بود نه سوخی هگون جای دیگه مراجعت کردن شما؟ رفتیم هیچ کن چی مونه نمه جواب مونه نمه مگر همین از روی ناموس است از روی وجدان است ما مرگ آرام داریم ما جنگ آرام داریم آله رحمان با مقابل مردم جنگ می جنگه به خاطر دارایی می جنگه به خاطر پیشروی ما و شما می جنگه از پدر قاتل فرزند قاتل انتظار شدن لازم است رحمان خود قاتل بود رحمان که 157,000 فرزندان این ملت به خاک سپارید رحمان که بالای همون قبرستان های برادران ما و شما امروز حکومت میکنه بالای اشک یتیمان و فرزندان ما و شما حکومت میکنه بالای ملت ما و شما را به خار و زاری آورد حکومت میکنه من حکیم آقابت ساکن نوریم شهر سال 2005 سالوای مویی بکس بچه پرزیدنت محترم در مبدن من و خونه ما اومدن گفتم شاید 15 ساله من مجبور اخوان بیشتر بودم جای بودن نمیدونم من اون روز تجاوز کردم پیش روی این سگلعین رو گلگ گشنه رو گیره
چاره یابید، چاره جویید. به نام خداوند بخشنده مهربان. اصلا به نظر من مراجعت کردن به امام علی رحمانوف سودی ندارد، لیکن به هر نوع این باز یک بار میگم شاید در قطار آن ستایشنامه هایی که درباره وی می نویسند، آن تعریف و توصیفی که در روبرویش میکنند، شاید این حرفای حق هم به گوش ناشنوای او برسد. ما میدونیم که وقتی رحمانوف به سر قدرت آمد، یک گدا بود. همین بوی گدایی از دماغ رحمانوف و اولاد رحمانوف نرفته است. در همین 22 سال اونها اگر یگان نفر مثلا یک بیزنس کشاید، یک تجارت خوب براه اندازد، یک تجارت موفق براه اندازد، اینا حتما مثل گروه‌های گوشنا اول انتظار میشن که این بنا ساخته شود یا این لایحه عملی شود، بعد میگیرن اینا به دست خودشون. مثلا زن و شوهر صنوبر عبداللهیو و برهان عبداللهیو گناهی ندارند، فقط گناه آنها آن است که توانستند که در یک مدت کوتاه در شرطوز یک بازار را براه اندازند که مثلا این بازار امروز فایده خیلی خوب به دست می‌آورد. و ما می‌بینیم که یکی از خویشاوندان زن رحمانوف، محب الله سعداللهیو، برادر حسن سعداللهیو، می‌خواهد که این بازار را از دست عائله عبداللهیو ها گیرد و حتی آنها تهدید کردند که اگر شما همین بازار را به خوبی به ما ندهید، ما شما را حبس میکنیم، ما شما را از وطن بی‌وطن میکنیم. شواری من در اینجا هیچ کس ندارد بغیر از این 5 فرزند سومان. اعتبار همین انسان کشیده گرفتن برای یک توف کردن بود. من به صاحبم، من به هیچ کسم. وای خسرو بچه جناب عالی است. وای خودش هم خیلی میگه تو کیو؟ یک سگی به صاحب. من کی هستم؟ محترمی نامحترم امام علی شریف پایش. الکی از 60 گذشته. وقتی مرگ نزدیک آمده است، یگان کس تا هنوز داروی مرگ را پیدا نکرده است. خواهی نخواهی امروز یا فردا به ابدالآباد میروی. برای همین تو تمام تاجیکستان را همراه خودت به گور نمیبری. به نفس خود لجام زن. دیگران هم میخواهند زندگانی کنند، دیگران هم میخواهند که تجارت کنند، دیگران هم میخواهند که زندگی آباد داشته باشند. و بدان که دستهای اوریان مردم گرسنه، چقدر که میگن گرسنه به شیر زده است، روزی نیست که به پا میخیزند و تو را با قصر و کوشک‌هایت، با تمام دارایی و بایگری‌هایت واژگون میکنند. فراموش نکن. به معمر کدافی نگر، به صدام حسین نگر که آنها هزاران بار از تو بهتر بودند، ولی با آنها چی شد؟ آن روز دور نیست. روز جواب، روز سود، روز محکمه نزدیک است. دیگر خودت میدانی و خدا. اوی ظالم بشنو که من در چه گفتستم. اون وقتا گوشت اون اپوزیسیایی که نترسید تقسیم شده بودن با هم دیگرشون با اتفاق نبودن. امروز من از طرف نامی مردم گفتستم، از طرف خلق تاجیکستان گفتستم. اوی ظالم بدان که وقت ساعتش رسید، من دانستم که تو گورم در دایره قانون من همون وقت حرکت میکنم. وقتی که من حرکت کردم بدان که در پیش همه گناهی کردگی در پیش مردم جواب میگوی. من از او آدم ها نیستم که بترسم درود گفتم. من میدانم که تو منافق هستی، دزد هستی، تو یک ماشینی که ژولیک هستی که در همون سایز قدرت آمدگی و پرزیدنتی ببری. تو معلوم کردگی مردم تاجیکستان که تو کی هستی. Istefa!